سرخط خبرها. پیشصفی توجیکان در گرفتن شهروندی روسیه. بحث مشتریان با مسئولان فرودگاه خوجند و بانک های قرقیزستان مبلغ های انتقالی را با قرب بازار می دهند. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 29 ایول است. راهبر مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان به طور عمومی شهروندی روسیه را قبول کردن تاجیکان را گواهی رعایت پرینسیپ آزادی و حقوق شهروندان در کشور گفت. خیرالدین عثمانزاده رئیس این نهاد میگوید این روند برای آینده تاجیکستان خطر ندارد. رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان هنگام نشست خبری گفت در برابر زادگان تاجیکستان شهروندان روسیه نیز شهروندی تاجیکستان را گرفته ایستادند. به قول عثمانزاده قبول شهروندی روسیه از سوی زادگان تاجیکستان نمیتواند که بر رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مانع شود. این در حالی است که در کشور نارسایی کادرها در ساحه معارف و در ساحه تندرستی زیاد است. رهبریت وزارت‌های معارف و تندرستی میگویند سبب نارسایی متخصصان به مهاجرت مهنتی رفتن کادرها است. در همین حال خبرگزاری فرغانه در تکیه با آمار وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است که در 6 ماه سال روان بیش از 121,000 شهروندان کشورهای پساشوروی آسیای مرکزی شهروندی روسیه را دریافت کردند. به اطلاع منبع تاجیکان در گرفتن شهروندی پیشصف بودند و شمار آنها 74,162 نفر را تشکیل داده است. در جای دوم قزاقستان با شمار 21,647 نفر و ازبکستان و قرقیزستان بودند. همچنین بیش از 109,000 تاجیک اجازه اقامت در این کشورها داشتند. وزارت امور داخلی همچنین درباره شماره خارجیانی که ثبت نام شده و از فهرست مهاجرت خارج شدند معلومات داده است. در این رویخط شهروندان ازبکستان پیشصف بودند. در مورد شهروندان تاجیکستان بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه 2,156,000 شهروند تاجیکستان به قید مهاجرت ثبت شده، تنها 1,751,643 نفر از قید خارج شدند. مدیران فرودگاه بین‌المللی خوجند میگویند به این زودی ها نمیتوانند پیوندان مسافران را به تالار انتظاری راه بدهند. این مانع از یک سو به بازسازی فرودگاه و از جانب دیگر موافق به معیار بین‌المللی است، ولی مسافران و نزدیکانشان بارها از عذاب خود در زیر آسمان باز و در هوای نامساعد شکایت کرده بودند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. در پاسخ به شکایت کارافتادگان از شرایط بد انتظاری در فرودگاه بین‌المللی خوجند، رهبر فرودگاه علی مردان قربانی در نشست خبری خود گفت داشتن تالار مخصوص برای مسافران و گسیل کنندگان حتمی نیست. تشکیل 2 ساعت برای باقی 10 minut دیگر ما راهبر پرواز را می‌دادم و پاساژیرها چی کار می‌کنیم 2 ساعت ساعت 6 می‌خوری نه کدوم می‌گوید فرودگاه تشکیل او برای باشه که 2 ساعت می‌تونم خیلی می‌گم 2 ساعت می‌تونم شما خیلی باشه لیکن یگان فوق پنجره زدگی یگان آدم مانده نیومد همه خبر. ولی مسافران میگویند در اکثر فرودگاه‌های روسیه برای مسافران و پیوندانش تالار انتظاری فعال است و شرایط خوب دارد. آنها شکایت از آن دارند که در هوای گرم و طاقت فرسای تابستان هم نمیتوانند به تالار انتظاری فرودگاه بین‌المللی خوجند راه یابند. به گفته آنها پیشوازگیرندگان در بیرون باید منتظر بمانند و مسافران تنها ساعت‌های پیش از پروازشان حق ورود به بینای فرودگاه را دارند. من مسکو میپریم دمازی دوار من همچه میپرم گویو میمونند یکون مانع نمیشه یکون کپ نمیگونده در آمده روز اینجا آمده اینجا هوا گرم روز نمیمونند در آمده نمیمونند. حاضر پرسیدم که در آن میشینم نگفتم ممکن است سببش چی گفتم؟ هیچی گم نزدم ممکن نیست گفتم. این فرودگاه 1 سال پیش بعد تعمیر چند ساله دیگر باره باز شد.
ولی بعد چند ماهش در زمستان امسال چندین مسافر به رادیو آزادی شکوه کردند که در بیرون ماندن آنها سبب سرماخوریشان شده است. این مشکل تا حال حل نگردیده است. ما کردیم مثلا 64 متر است در آمون تعمیم 64 متر است. اگر ما 50 متر هم که دراز کنیم و 100 متر است و یک باری دراز بشه. اگر ما تیرمونی نگیریم این 110 متر است 10 متر است این باری دراز این برش 110 متر از چقدر که ما دراز کنیم کردن میگیم برای حالا خیلی های مسافران هم خیلی فرودگاه هم در آینده خوب میشوندیم اما قبول مسافر هم ترانزیتی هم سر مسافر مسئولان فرودگاه میگویند از یک جهت این مشکل به ادامه ساختمان ها وابستگی دارد. این بناها با مبلغ جاری فرودگاه ساخته می شوند و برایشان قرض و گرانت نمی گیرند. به همین خاطر کار آنها به کندی پیش می رود و سنه دقیق ساختمان پرره معلوم نیست. وقتی که بناها آماده شدند در یک ساعت حدود 500 نفر مسافران را به تالار انتظاری می توانند راه دهند. فرودگاه بین‌المللی خوجند یگانه و کلانترین فرودگاه در شمال تاجیکستان بوده سال 1954 ساخته شده است و از آن وقت تا حالا بار اول به پررگی تعمیر می شود. بعد کاهش یافتن بیماری همگیر حالا روزانه ده ها هواپیما از اینجا پرواز می کنند یا اینجا فرود می آیند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان. بانک‌های قرغیزستان باید به مشتری‌ها مبلغ‌های انتقالی‌را به سوم قرغیزی برابری قربی بازار بدهند. بانک ملی قرغیزستان خبر می‌دهد که در این باره روز 27 ایول قرار قبول شده است. به اطلاع بانک ملی قرغیزستان این تدبیر به خاطر حفظ حقوق استعمارگران در شرایط افزایش تفاوت بین قرب اسعار در مرکزهای تبادل و بانک‌ها راه اندازی شده است. بعد حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب نسبت روسیه در بازار ارز روسیه نااستواری به وجود آمد که به کشورهای آسیا مرکزی نیز تاثیر رساند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بقازاده همراه می‌بینیم. 29 ایول سال 2018 اعضا و هواداران گروه ممنوع دولت اسلامی در نخستین حملهشان در خاک تاجیکستان 4 سیاح دوچرخه سوار خارجی را کشتند. حادثه‌ای که در موضع سیبستان ناحیه دنغره رخ داد از جانب خادمان حفظ قانون محلی و بین المللی از جمله آمریکایی تحقیق گردید. تقریبا تمام عاملان این حادثه کشته شدند. 29 ایول سال 2003 دادگاه عالی تاجیکستان 2 نفر را که در قتل محی‌الدین عالمپور خبرنگار BBC و ویکتور نیکولین خبرنگار تلویزیون روسیه متهم می‌شدند به مهلت 15 و 22 سال از آزادی محروم کرد. مقامات گفتند که این 2 خبرنگار با دستور یکی از فرماندهان مخالفین سابق ناظم یوسفوف که با تخلص ایشان ناظم معروف بود کشته شدند. همانا سال‌های زیادی این کشتارها به جواب می‌ماند. 29 ایول سال 2010 بازار صابر شاعر سرشناس تاجیکی در اوج جنگ شهروندی سالهای 90 زندانی شد و بعداً در امریکا زندگی اختیار کرد به تاجیکستان برگشت. روشنفکر و یکی از پایه‌گذاران حرکت‌های دموکراتیک تاجیکستان با استقبال گرم هوادارانش روبرو شد. بازار صابر 8 سال بعد در امریکا درگذشت و در تاجیکستان به خاک سپرده شد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. قرب 1000 روبل روسی صبح امروز کمی پایین رفته 166 سومانی و 20 درم را تشکیل می‌دهد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1026 سومانی برابر است. در بانک‌های تجارتی قرب اسعار خارجی می‌تواند فرق کند. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود. به شما استراحت خوب آرزو مندم. خیر، خدا نگهبانتان.